سلام به همه رفقای گل خندوانه. امروز میخوایم یه سفر هیجان انگیز به دنیای نظامی داشته باشیم و دو تا از کشورهای منطقه یعنی ایران و اسرائیل رو با هم مقایسه کنیم. بریم ببینیم از زمین و هوا و دریا چه خبره. اول از همه بریم سراغ نیروی زمینی. خب، از نظر تعداد نفرات ایران حسابی جلوه. صدها هزار سرباز تو ارتش و سپاه ایران رو به یه غول تبدیل کرده. در مقابل اسرائیل سربازای کمتری داره، اما تجهیزاتشون خیلی پیشرفته است. مثلا تانک مارکاوا اسرائیل یکی از بهترین تانک‌های دنیاست. البته ایران هم تانک‌های خودش رو داره، مثل ذوالفقار که ساخت خودمونه. اما خب، از نظر تکنولوژی یکم عقب‌تره. بریم سراغ آسمون. نیروی هوایی اسرائیل با داشتن F-35 و F-16 یکی از قوی ترین نیروهای هوایی جهان رو داره. ایران هم هواپیماهای آمریکایی و روسی داره، اما خب تحریم‌ها اذیتش میکنه. تو دریا هم وضعیت تقریبا مشابهه. نیروی دریایی اسرائیل کوچیک‌تره، اما خیلی پیشرفته است. ایران هم روی قایق‌های تندرو زیر دریایی‌ها مانور میده که بیشتر به درد جنگ تو خلیج فارس میخوره. تو ماه‌های اخیر شاهد حملات اسرائیل به سامانه‌های دفاعی ایران بودیم. ایران هم تهدید به پاسخ قاطع کرده. در کل میشه گفت که اسرائیل از نظر تجهیزات نظامی خیلی قوی تره، اما ایران هم با نیروی انسانی زیاد و استراتژی‌های خاص خودش یه حریف جدی به حساب میاد. خب رفقا، امیدوارم از این سفر نظامی لذت برده باشید. شما چطور فکر میکنین؟ نظراتتون رو برامون بنویسین.